دوردست های شهر کابل است و در دامنه های کوه طویل با تماس از مسئول یک مرکز آموزشی که به گونه رایگان خدمات را به کودکان بی بضاعت انجام می‌دهد روانه هستیم و در این مسیر روشنایی آثار از بدبختی های تاریکی این کشور به چشم ما می‌خورد. ما باید این مسیر را الی رسیدن به مکان مورد نظر با تمامی دشواری‌هایش برای هدیه لبخند و کمک‌های شما به کودکان سپری کنیم و بالاخره به این مرکز می‌رسیم. این مرکز بیش از 600 دانش آموز دارد که بیشترین ساکنان این روستا را مردم بی بضاعت تشکیل می‌دهند. در میان آنها هم افسانه‌های گوناگون وجود دارد که ظاهرشان هویدای زندگی فقیر خانواده‌هایشان هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز به برنامه اشک و لبخند خوش آمدین. چند بار جناب مدیر صاحب بر ما تماس گرفته بودند که یک تعداد از کودکای عزیزی که ناتوان هستند پول کتابچه و قلم ندارن یا لباس ندارن، دیگه ما امروز به کمک خواهر ما رویا قریشی که یک مقدار پول روان کرده بود 40 بسته البته کتابچه و قلم تراش و پنسل پاک و خطکش یا خریدیم و 53 جور لباس که امروز قرار است که به این کورس ممتاز الامارات از دیگه همطور است نه؟ باز ما شما امارات میگیم. بر از اینا انشالله در نظر گرفتیم به کمک خواهر ما رویا قریشی که برای ما یک مقدار پول روان کرده بود و ما خواستیم که امروز بیاریم بخیرم کتابچه و قلم و لباس بر از اینا توزیع کنیم. قبل از او مدیر صاحب خوش آمدید میگیم به برنامه ما. شما را خوش آمدید میگیریم. سلامت که در کورس ما آمدیم. سلامت زنده باش، سلامت باش. خب این کسایی که اینجا هستن از جمع چقدر شاگرد را جدا کردین؟ یا شاگرد از بین 600 شاگرد. از بین 600 شاگرد کسایی که زیادتر، مگر 600 شاگردی که داریم مستحق زیاد هستن. بله. اما این زیادتر مستحقین هستن. بله بله. و در چند تایم درس میتین اینجا؟ از 8 صبح دیگه تا 4 دیگه. بله. دیگه تایم های مختلف است دیگه. بالکل. حدود 20 تایم میشه. خب 3 صنف است، 4 صنف است. دیگه شاگردا عموما 600 شاگرد که هستن تمامش رایگان است. بله بله. همش چندین ماه میشه که رایگان تدریس میکنیم و 12 دانه استاد که داریم همش رایگان درس میدن مگر مشکلات استادای ما زیاد است. بله. کرایه خانه میتن تامین مگر داده نتونستیم. چندین ماه شده. و ای جای از کی است ایران کسی در اختیارتان قرار داده یا زیام کرا میتین؟ ایرا خوشبختانه دیگه همکاری پدرم دیگه خانه از پدرم از دیگه از خود ماست. خب و رای دور آمد مگر اینجا جور کردیم. ما تمام دیگه نداریم دو پایینا جور کنیم. بله. یعنی وقف همی درس تعلیم متنا کردین دیگه. پدر جانت. خدا خیر نصیبش کنه و استادایی که اینجا درس میته و نام کلش رایگان درس میتن. دیگه رایگان درس میتن. خب دوستا صحبت جناب استاد شنیدیم، مشکلات این کورس از زبان خودش گرفتیم و در آغاز برنامه از نامه که چی بود؟ زاهد جان. از زاهد جان تقاضامند هستیم که یک تلاوت زیبا بسرایان و بخوانند تا ای که همی دلای ما شاد شد و بعد از او باز برنامه را پیش میبریم. صحیح؟ صحیح. برو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خیر ببینی قربان تشکر بخیر باشید. خب حال از دوستا تقاضا میکنیم هم یک نفر به نوبت بیه. استاد اول هم دختر خانم ها را لباسایشان را برشان تسلیم میکنیم سر جای خود قرار بگیرن. در اخیر اگر کتابچه و قلم باقی ماند باز برام کسایی که زیاد نیازمند است بر از وا توضیح میگیم. صحیح است؟ خب کسایی را که ما برشان لباس میتیم اگر خورد کلان بود باز شما در بینتان میشه که خب دوستا دیگه تفلکای نازنین برشان هم لباس توزیع کردیم هم قلم کتابچه و قرطاسیه باب و تمامشان کسایی بودند که از جمله 600 نفر جناب استاد تمامشان شناسایی کرده بود. ما برشان هم لباس دادیم هم قلم کتابچه و چیزایی که برای درس ضرورت است. حالا جناب استاد خواهش میکنیم که در این جمع کسایی که یتیم هستند پدر ندارن وارا بر ما اینجا بخواین که ما یک چند کلمه گپ دیم کتشان.
از تو پدر چقدر وقت میشه بچم؟ 1 سال میشه. 1 سال. چیز مریضی داشتی یا؟ نه در دزدا و تند دموری شده دزدا؟ خدا تبا کنه یار. از خودت؟ 10 سال میشه. 10 سال میشه. خب مریضی چیزی داشت یا نه کسی کشته شد. در کجا؟ در دفترهای خارجی. کده کی می باشی باز؟ کده بابیم چون. کده بابیت چون. دیگه کی است که خوارکایت است؟ تنها خودم است. بسیار یک بچه لایق مگر اتیم بچه. پدر چقدر وقت میشه که 1 سال میشه. 1 سال. در چی بچه؟ در سرطان. در سرطان. بیا خدا مهربان است. خداوند امت شاد و سربلند و کامیاب و موفق باشه. که خودت مادرت از خوارکایت از برای چند نفر هستین؟ ما یک تا خوار دارم بس. خود 3 نفر هستین دیگه. خودت مادرت خوارک. نامک تو چی است؟ ستایش. ستایش جان پدرت چی شده بود؟ از برام مرده بود. ها. کسی زدش. کسی زدش. پدر تو چقدر وقت میشه که نیست؟ 1 سال. چقدر؟ 2 سال. 2 سال میگه. خب نامک تو چی است؟ بشرا. پدرک تو کجاست بچه؟ پدرک مدجانان. از این تفلکایی که ما برشان قطاسیه و لباس یاد دادیم با کمک استاد می 6 نفر دوستکای ما را که یتیمکا هستند، بچگک نه پدر داره نه مادر داره و ایدگاهشان پدرای خدایا به اثر جنگ یا به اثر مریضی از دست دادن و خدا خیر بده اینا را که رایگان درس میتن و به خاطر اطفال عزیز خدمت میکنن. ما فقط پول که 2 تا هموطنای ما روان کرده بود که برای طفلای روی سرک شما لباس بگیرین یا دستکش بگیرین، امور نقدن بر از اینا میتیم. مگم از مدیر صاحب خواهش میکنیم که بازی‌ها را تا خانهشان با پول برسانه. صحیح است نه؟ قربانتان. از طرف برادر ما رومال جان از اتریش 10,000 افغانی روان کرده بود که نوشتام کرده که برای کودکا لباس بخرین. ما لازم دانستیم که امیر یک چیز نقده بتیم که بعد از این بخیر باز بار میشه اگه چیز ضرورت میشه. و از طرف بیژنجان کوهستانی از فرانسه 8,000 افغانی، 1,000 2,000 3,000 3,000 توفه بیژنجان و رومال جان. قیام از خودت خوارک 2 3,000 از خودت. پیسه را باز استاد میبریتان خانه خو 1,000 2,000 3,000 ای از خودکت 1,000 2,000 3,000 باش که ما بیایم پالی شما 3,000 از خودکت 3,000 از خودت. سپاسگزار هستیم از 2 هموطن ما از بیژنجان کوهستانی و رومال جان که از اتریش برای ما 10,000 افغانی روان کرده بود و بیژنجان کوهستانی 8,000 از فرانسه. خواستیم که به می 6 تا طفل یتیم بپردازیم تا ای که حداقل بتانن درس خود پیش ببرن و چیزی که ضرورت میشه او را خریداری کنن، یگان لباس، یگان بوت، یگان کتابچه و قلم و بیگ، چون آمد بهار از بخیر و اینا بعد درسای خود ادامه بدن. و سپاسگزار هستیم از خانم رویا قریشی که برای 100 تن از اطفال عزیزی که واقعا مستحق بودن لباس و کتابچه و قلم و قرطاس باب خریداری کردن. این بود برنامه امروز. تا دیدار دوباره. خداوند یار مددگارتان. یک تعداد استادای هم هست که اینجا رایگان درس میتن، اونا مشکلات اقتصادی زیاد دارن و امیدوار هستیم که دوستایی که کمک دارن یا کمک میکنن مخصوصا برای این استادا ما در خدمت هستیم. انشاءالله بازم سر به اینجا خواد زدیم و اگر دیگه طفلا اینجا باقی مانده بود با کمک های شما انشاءالله دوباره
مراجعه خواهد کردیم و کمک های شما را به اینا خواهد رساندیم. این بود برنامه امروز. تا دیدار دوباره. خداوند یار و مددگارتان. ما سپاسگزاریم از خانم رویا قریشی که از جرمنی مبلغ 49500 افغانی را، بیژن جان کوهستانی که از فرانسه مبلغ 8000 افغانی را و رومل جان از اتریش مبلغ 10000 افغانی را برای این برنامه ارسال کرده بودند که از این کمک ها 23 جور لباس پسرانه را برای 23 دانش آموز پسر این مرکز آموزشی مبلغ 14500 افغانی خریداری کرده، 30 جور لباس دخترانه را برای 30 تن از دانش آموزان دختر این مرکز آموزشی مبلغ 19500 افغانی خریداری کرده، 40 بسته قرطاسیه را مبلغ 6500 افغانی خریداری کرده و مبلغ 18000 افغانی را هم نقداً به 6 دانش آموزی که یتیم بودند به هر یک تن مبلغ 3000 افغانی را پرداخت نمودیم و مبلغ 9000 افغانی از کمک خانم رویا قریشی را در یکی از برنامه‌های آینده قرآن کریم به یکی از مساجد هدیه خواهیم نمود. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.